بتل آوردم واسهتون که واقعا گانه‌های میترین سیزن هستن و جز بهترین گانه‌های بتل حساب میشن. خب بریم سر تمرینی، بخش تمرینی. خب بچه‌ها، اول شروع میکنیم با آتش کیارم که کیارم یه شاتگانی هست که با شات خودم به شخص خیلی دوستش دارم و به نظر من که گانه قلدری هستش. من با توی بستم چیزی میکنم شما کنید. اصلا وان شات، حالا من نمیگم وان شات مثل بعضی که میگن همش وان شات، البته قصد تو این چیزی نمیدونم، ولی بعضی همش هم وان شاته، ولی خب نه بعض وقت دمیج میکنه، ولی مثل اینجا دمیج میکنه، ولی خب بازم شاتگان قوی هستش، خیلی بد میزنه و وان شات هستش. حالا بچه‌ها، شاتگان اصلی این ویدیو دو تا شاتگان بهتون پیشنهاد میکنم که آتش‌مان‌ها رو آخر ویدیو واسهتون میذارم. خب بریم سراغ گان بعدی، یعنی AK-117. بچه‌ها این گان هر چقدر که بگی ضعیف و ضعیفی نه، یعنی هر باری که این گانو نرف کنم بازم قوی. نگاه کنید چجوری میزنه ناموسن. ها هد 32 تا دمیج میده. چرا 117 خداییش گان قوی هستش، هیچ وقت نرف نشده، حتی اگر نرف شده بازم گان ضعیفی نبوده. بچه‌ها میگم همه اتچمنت‌ها رو آخر ویدیو واسهتون میذارم. خب بریم بازم بشیم. هد 32 تا دمیجه، 32 کمی 45 تا دمیج. خوبه بد نیست. خب بریم سراغ گان بعدی، HS. بچه‌ها من HS اسکلتی دارم ولی بازم استفاده نمی‌کنم چون سنگین میشه و وان شات نمی‌کنه، ولی انتش نگاه کنید تقریبا میشه گفت وان شات هست، یعنی واقعا وان شات خوب میکنه، بهتر از که حالا ماژ دمجش خیلی بیشتره، خداییش دمجش بیشتره. این که فکر کنم 100% وان شات یاد شد از فاصله نزدیک وان شات. چه عوض میخوام که پینگم بالاست. بچه همه اتچمنت‌ها رو آخر ویدیو واسه میذارم، میرم واسه بالا. خب بریم سراغ گان بعدی، مکتب. بچه مکتب به نظر من بهترین SMG داخل بتل هستش. نکنید اصلا خیلی بد میزنه این لعنت، یعنی فایر ریتش ناموسن بالا، واقعا فایر ریتش گود. نکنید مثلا من از این فاصله سری میزنم، از این فاصله نکنید رنده میکنه مثلا. نکنید بینی رو حرکت رندش میکنه، یعنی در این حد بهتون بد رنده میکنه، بد رنده میکنه اصلا پاره میکنه. بریم سراغ گان بعدی، DLQ. میشه بهترین اسنیپی که میتونی تو هم مولتی هم بتل استفاده کنی دیگه. نکنید بچه‌ها واسه این گانم چند تا تبدیل اختیاره میدم، شاید بعضیاتون بگین مثلا تو کامنت بنویسین مثلا باشه واسه ما این گان دیگه استفاده میکنیم. حالا من وقتی مثلا SMG چند تا گذاشتم مثلا AR داخل اسکول رایفل مثلا گانای دیگه هم گذاشتم، مثلا من AK47 خودم خیلی استفاده میکنم.
عکسشو میزنم واسهتون بچه. بهترین این داخل بتل به نظر من هم نقطه ایه هم چی تا باش رو بزنید. خب حالا بچه بیایم با پلکشون رو امتحان کنیم. بچه واسه دیگه نمیدونم البته اگه میخوای تیراتون بیشتر بشه اون کنچ هستنی فهمیده. بچه اگه میخوایم خشاباتون بیشتر بشه ادمین مگ استفاده کنیم. مگ extended مگ سنایپر چون لازم واسه این دیگه میتون خودش مین مگ داره. بچه حالا این واسه خطگیریه. واسه شاد نباشی حالا میرم لینک میدم تا واسه بچه مثلا واسه کسایی که بینگانه ندارن یه اتشمنت بهتر بدم. خب بچه ببینید من از این اتچراب استفاده میکنم. این اتچراب خیلی قوی هستش. این اتش مهمونجی باید خود بامزی میکنم. من بیشتر با آنهزا میکنم بخاطر این هواشی اصلی که پیش اومده. ولی خب از این من میتونم باید کنم و خیلی سطحشون بهتره. امیدوارم که من سطح خوب برسم. چارچوب شنگی من انجام بدم و شما اش کنید. خب بچه این اتچراب بعد این فنک فایدتش بالاست. باشه یه SMG دیگه اضافه بدم. حالا به نظر من فنک کجاست؟ فنک اینجاست. بچه یادش فنک رو بردارید میزنه. جوفونه هم بد نیست. میشه روش حساب کنید. اینجوری این اتش برداری خوبه به نظر من. باشه این اتش آسانه که بهتون بدم. ببینیم چی هست. که اصلا من یه اتش قبلا داشتم ولی یادم نیست. از آقای احمد گرفته بودم. آقای احمد بیجن بچه راستی از این کامیونیتی رفته. بچه لطفا فالوش کنید و دوباره برگردید چون من واقعا این دوستی رو دوستان واقعا خیلی دوست دارم. دارم برگردید و دوباره ویدیو بدید چون نظر من نفسیروش بشه این رو مکتون رو دوست دارم. حالا آتش مکتون هم بهتون بدم. اینه خیلی چی بکشیدم حالا کاری یه آتش خوب نیست. میتونی اگه مثلا میخوایی که چیزی بسیار خوب داشته باشه این ایدیس که بسیاری میتون خیلی بهتر باشه. مثلا میدونم خیلی کنم صحبت کنم میتون خیلی تاثیر داره. این ساخت صدی میدم صدی میدم دنیا پیدا نمتشونتش من یه اشیاء بهتون بدم. خب حالا باشه واسه دیگه این واسه خطگیری اگه خود بزنی اینو میداری بکن ها 10% ایدی استان یعنی سریع یعنی رو ایمه نگو بند میداری میاره این آدابیشی سانتر نم کنم میتونی بس سانتر بگه که جا لازم نیست داخل بکن. خب باشه
خب مثلا دیگه چه داریم؟ دلم می‌خواد خالی شده حالا امسیده من دارم مجبور امسیده خب facciamo la cosa che ti può concedere dei colpi. Lasciai. Facciamo meglio così, چیزایی که 10 بار نمی‌خواستم تجربه بدم حتما توی کامنت آسان بگم این رو برای توی از همین تا یه ویدیو خدافظ